با سلامی دیگر باره به بینندگان عزیز رادیو زودی ساعتی 10 با وقت پراگ شالوی گلخوجه هستم با خبرهای تازه در خدمت شما عزیزان در چند دقیقه دیگر و همه شما رو بعد 3 ساعت در برنامه خبری در پخش مستقیم در همینجا اینطور خواهیم بود با گزارش‌های تازه. خوب سرایست مرزبانی کمیته عدالتی امنیت ملی تاجیکستان روز 27 می با نشر یک سرود گفت یک شهروند تاجیکستان از تیر شهروند قرقیزستان در مرز بین دو کشور زخمی شده است. مقامات قرقیز در پاسخ به سوال رادیو زودی درباره این قضیه گفتند هنوز در این باره معلوماتی ندارند و مشغول تفتیش خبر هستند. عبدالکریم علمبویف معاون فرمانده نیروهای مرزبانی قرقیزستان میگوید بعد از این خبر مرزبانان دو کشور ملاقات دارند. اما طرف تاجیکستان نام تیراندو ساعت بختی بیکов و هم زن تاجیک شکرانه شروف وراکی زخمی شده است رسانه‌ای نمود. نزدیکانش میگن شکرانه بیخبر هنگامی که مشغول کشت و کار بود تیر خورد و کارگرزن بریگاده 14 تخم پروری محله خقیر حالا به نام عباد فیض‌اللهی چرکوی اصفهان میباشد و امروز با همکارانش در زمین‌های این بریگاده کار میکرد. طبیبان میگن تیر ملتق شکاری از نوی سوچمه بوده چندین پره‌های آن به طرف راستی بدن شکرانه 25 ساله رسیدند و رنتген معاین کرد که گرده‌های او نیز آسیب دیدند. یک طبیب گفت شکرانه حالا در شعبه احیاگری بیمارخانه مرکزی اصفهان تحت نگاه پزشکان است. مقامات مرزبانی قرقیزستان در ابتدا گفتند در مرز حادثه رخ نداده است ولی دیرتر اصرار داشتند که خبری طرف تاجیکستان را مورد تحقیق قرار خواهند داد. تا این لحظه هیچ خبری از بازداشت شدن شهروند قرقیزستان ساعت بختی بیکов نرسیده است. این در حالی است که دفتر مطبوعاتی نیروهای مرزبانی قرقیزستان که در هر مناقشه مرزی به طور فوری اظهارات میداد فعلا چیزی نگفته است. کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی نقشه دارند سال آینده در تاجیکستان مشق‌های بزرگ نظامی را دایر نمایند. هدف از آن تکمیل مهارت‌های حل نزاعات در مرز تاجیکستان و افغانستان عنوان می‌شود. در این باره روز سه‌شنبه دبیر کل سپاد استانیسلاو زاس در صحبت با خبرنگاران ابراز داشته است. او در مجموع به فعال شدن گروهی به نام دولت اسلامی در مرز با تاجیکستان و افغانستان تاکید کرده است. با نظر داشته این سازمان پیمان امنیت دست جمعی از تدابیر مختلف برای مستحکم نمودن این منطقه کار میگیرند از جمله جلب امکانات سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا به این مسئله نیز در نظر بوده است. در کراسنویارسک روسیه 5 نفر با شمول یک شهروند تاجیکستان را بازداشت کردند که به خرید و فروش مواد مخدر متهم میشوند. در این باره روز پنجشنبه به اینترفاکس از وزارت کارهای داخلی کراسنویارسک خبر دادند. به قول منبع گروه سازمان یافته از 2 زن و 3 مرد عبارت بوده است. گمانبر شده ها منزل را به اجاره گرفته و بدون معامله مستقیم مواد سخت تاثیر هروئین را میفروختند. به قول مقامات بازداشت اعضایان این گروه وقتی که آنها را بازداشت کردند 1 کیلو هروئین با مبلغ بیش از 3 میلیون روبل مصادره کردند. 2 نفر از این مردها زمانی دستگیر شده است که مواد مخدر را در پنهانگاهی میگذاشتند. وظیفه زنان از بسته‌بندی نمودن هروئین عبارت بوده است. مقامات انتظامی میگویند زاده تاجیکستان مسئولیت هماهنگی این گروه را بر دوش داشته کار آنها را نظارت میبرد. در نسبت بازداشت شده ها پرونده جنایتی آغاز نموده برای 2 ماه آنها به حبس پیشکی گرفته شدند. مقامات مسکو تصمیم گرفته است که سر از 1 ایون محدودیت‌های رواعی در پایتخت روسیه را برهم دهند. میر مسکو سرگئی سابیانین روز 27 می گفت که سر از 1 ایون محدودیت‌های جاری شده از 29 مارت بکار کرده می‌شوند و ساکنان امکان خواهند داشت که آزادانه رواع کنند. بر علاوه شهرداری مسکو برنامه تفتیش مجانی حضور ویروس کرونا 19 در تن ساکنان پایتخت روسیه را آغاز نموده. معاون شهرداری مسکو آناستاسیا راک و ابراز داشت که ساکنان مسکو می‌توانند در شفاخانه‌های مکانی ثبت نامشان به طور الکترونی نوبت گرفته سپس از آزمایش کووید 19 گذرند. به قبل این منصبدار روز شفاخانه‌های مسکو امکان دارند که در یک روز 5000 نفر را از معاینه طبی برای تشخیص کرونا ویروس گذرانند. ظاهراً با هدف به اثر نمودن گزارش درباره گرفتاریش با بیماری کووید 19 رهبر چچن رمضان قادیروف گفته است که خود را بهتر حس می‌کند. روز 27 می در شبکه اینستاگرام مصاحبه قادیروف با یاورش احمد دودایف نشر شد. او افزود که هیچ چیزی عجیبی رخ نداده است زیرا او هم مثل هر انسانی دیگر است و میتواند در شفاخانه بستری شود. قادیروف اضافه کرد که میلیون ها نفر گرفتار کووید 19 بوده، هزارها نفر از این بیماری جان دادند. هفته گذشته رسانه‌های روسیه خبر داده بودند که رهبر 43 ساله جمهوری چچنستان احتمالاً گرفتاری بیماری کووید 19 شده است و او را برای طبابت به مسکو انتقال دادند. قادیروف سال 2007 به این طرف رهبری چچنستان را بر دوش دارد. او با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین صادق بوده بارها با پایمال نمودن حقوق انسان در منطقه قفقاز شمالی متهم شده است.
раисати вазорати корҳои дохилӣ душанбе дар шароити пандемияи COVID-19 аз баргузории рейдҳо дар тарабхонаву ошхонаҳои пойтахт хабар медиҳад. Ба қавли манбаъ аз ҷониби милитсия муайян шудааст, ки дар ин нуқтаҳо талабот дар мавриди риояи беҳдоштии шахсӣ, истифодаи ҳароратсанҷ ва қабули мизоҷон пурра риоя намешавад. Аз ҷумла мушоҳида шудааст, ки ҳангоми воридшавии мизоҷон ба тарабхона ҳарорати онҳо санҷида намешаваду дастҳояшон низ бо маҳлулҳои антисептикӣ безарар намегардад. Ҳамчунин баъзе аз пешхизматон бе ниқобу дастпӯшак фаъолият мекарданд. Вобаста ба ин ҳолатҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ анҷом шудааст. Хуб, бинандагони азиз, ин чанд хабари тоза буд, ки ман хостам дар ин соат барои шумо бигӯям ва дар робита ба марз бароятон мегӯям, ки ҳанӯз марзҳо баста аст ва маълум нест, ки кушода мешавад ва агар ҳавопаймонӣ сафар кард, мо барои шумо хабар хоҳем дод аз қабл. Сипос, ки моро тамошо доред ва шуморо дар барномаи хабарӣ мунтазир хоҳем буд.